بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. همینجا 2 دقیقه است یه موعظه شروع کنیم که سر 6 تمام بکنیم و دوستان به کارشون برسن. خب این جلسه اول هست. من باید هم در واقع گروه رو یه ذره معرفی بکنم، شاید به اعضای جدید یه ذره، و همین که چشم انداز گروه در امسال و همین که این در واقع علت یا توجیه عدم توفیق ما در برگزاری نشست در سال گذشته. سال 90 فکر کنم اول مهر 90 اولین نشست رو با شروع صحبت های مرحوم دکتر هومن در واقع در این دانشگاه شروع کردیم و ایام خوبی سال اول داشتیم. ایام در واقع غیر قابل پیش بینی. فکر نمی کردیم که این تصور این بود که به هر حال با گروه روش‌شناسی با 30 یا نهایت مثلا 40 نفر بتونیم یه گروه هم علاقه درست بشه و راجع به روش‌شناسی با هم گفتگو داشته باشیم. همون سال اول، اواخر سال اول تعداد رسید به نزدیک 300 نفر فکر می‌کنم، درسته خانم مفهوم؟ نزدیک 200 نفر سال اول رسید و همینطور در سال دوم تعداد افزایش پیدا کرد. خب وقتا این گروه هم علاوه هم ریزش داره هم رویش داره، هر دو در واقع همراه همن. اما روش‌شناسی ویژگیش این بود که مشترکات زیادی رو در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف تعلیم تربیت و حتی دیگر در واقع رشته‌ها از جمله پزشکی، آموزش پزشکی، آموزش مهندسی فراهم کرد. برای همین ساختار دموگرافیک در واقع اعضای گروه روش‌شناسی اگر بخواید بدونید از نظر جغرافیایی از در واقع شمال ایران هست، دانشگاه شمال ایران، تا دانشگاه جنوب کشور، تا حتی سال پیش یا 2 سال پیش یکی از اعضا گفتن ما از دانشگاه خارجی در واقع میایم تو جلسات، یعنی ایرانی هایی که دانشجوهای خارج از کشور از جمله کشورهای تازه استقلال یافته اطراف در واقع مثل اوکراین. خب جای خوشبختی هست ولی جای مسئولیت هم در واقع برامون فراهم کردید و سال قبل حداقل بنده شرمنده در واقع دوستان و اعضای گروه شدن برای اینکه نشد ادامه کار رو به همون روال گذشته داشته باشه. تصور بر این بود که یعنی به 3 برسه بازی شروع بشه دیگه، تا 3 نشه بازی نه، ولی نشد. یعنی ما به 3 هم رسیدیم ولی بازی شروع نشد. انگار که این کامیونیتی ها و این اجتماعات هم مثل در واقع سایر اجتماعات انسانی نیاز به پرورش و پروروندن و در کنار هم بودن تا ابد در واقع داره. برای همین خب سال گذشته اتفاقات اداری که رخ داد و اتفاقات حالا مختلفی که برای بنده رخ داد اجازه نداد در واقع این رو داشته باشیم. امسال مجدد با کمک خود بچه‌ها و ذره حالا پوش‌های آقای دکتر علی اصغری در واقع ما این رو شروع کردیم. به کمک شما دوستان امیدواریم که به سرانجام برسونیم. چند که برنامه رو ملاحظه فرمودید تا خرداد برنامه‌های تدارک تا اردیبهشت خرداد فکر کنم برنامه تدارک دیده شده. حالا با 1-2 تاش هنوز عناوینش مشخص نیست که دوستان باید در واقع معرفی کنن. 1-2 تاش هم بستگی به ویزا داره. یعنی در واقع آقای پروفسور شاتپرین که سخنران بعدی ما در آبان ماه هستن مثلا باید در واقع مشکلات ویزایی اومدن از انگلیس و آکسفورد رو حل بکنن و سخنران اسفند ماهمون هم باز دوباره حتی ایشون مشکل ویزایی نداره چون نشنالیتی استرالیا رو دارن، میتونن بدون ویزا در وارد ایران بشن. یه چیز دیگه توی ایمیل خدمت دوستان گفته بودم، همین اومدن نیک هست. دکتر نیک هاپوود در واقع سینیر لکچرر دانشگاه سیدنی هست. ایشون به قول شما سال بالایی ما بودن که با ما کار میکردن توی دانشگاه وقتی ما ارشد بودیم برای تحلیل داده‌های کیفی و بسیار بسیار در واقع آدم دست به کاری هستن، دست به دیتایی هستن. حالا نمیدونم کسی فرصت کرد اصلا اسمش رو گوگل بکنه یا نه، ولی قطعا وبلاگش رو در واقع وردپرس که برید
همین کلیپ هایی که خودش در واقع از تحلیل کیفی گذاشته به نظر من خیلی در واقع یادگیرندگی خوبی رو در واقع فراهم کرده. خب ایشون پذیرفتن تو این دنیای در واقع دوستانه که بدون هزینه یک هفته اینجا کارگاه برگزار کنن. حالا اگر برنامه‌شون ببینید می‌بینید یک هفته استرالیاس، یک هفته نمیدونم سنگاپور، یک هفته مالزی از کار اینجوری کارگاه برگزار میکنه. همش هم برای دوره اکادمیک پرکتیس، برای معلمان استادای دانشگاه هستن که میخوان بهبود ببخشن کارهای خودشون و دانشجوی پست گرادویت. ولی خب ایشون پذیرفتن که این یه هفته رو بدون هزینه در واقع این کارگاه‌ها رو برای ایران برگزار کنن. دست بسیار خوبی در نوشتن دارن، در پابلیش کردن و نوشتن. خودشون ادیتور چند تا ژورنالن و کلا فارغ التحصیل خلاصه آکسفورد دیگه. به جز ما بقیه‌شون خیلی آدم حسابی شدن دیگه بعد از اینکه از آکسفورد رفتن و ایشون هم یکی از اون افرادی است که واقعا میتونه اثرگذار باشه برای این پست گرادویت استودنتی که الان تو این گروه روانشناسی در واقع گرد هم اومدن. ولی مشکل بلیتش رو بعد اسپانش هم ما از یک در واقع پشتوانه خیری پیدا کردیم، ولی بحث بلیتش که حدود $3000 استرالیا میشه رو که میشه چند تومن؟ خیلی 10 میلیون از دلار آمریکا فکر کنم ارزون‌تره. من نمیدونم. آقای شفیعی شما توی کار دلار هست؟ پولشو میگیدم تامین کنیم یا دلاریشو؟ حالا عرض کنم همون حدود 10 میلیون تومان فکر کنم در واقع بشه. اگر بشه یا زیر 10 میلیون تومان این رو باید یه فکری باهاش بکنیم. منم حتی در صدد هستم که این رو باز پشتوانه و حمایت مالی و خیر و نمیدونم اسپانسر و اینها براش پیدا بکنیم، ولی ممکنه در این جمع هم افرادی باشن که خلاصه بخوان بخشی از این هزینه‌هایی که در 2 هفته آینده برای بیمه و قرمه و اینها میدن تو این ایام محرم مثلا بخوان صرف یک کار خیر متفاوت بکنن. بله اینا ثواب داره. قطعا امام حسین هم راضی خواهد بود از اینکه در واقع این اتفاق در کشور بیفته. حالا راجعش فکر بکنید دیگه. یه راهش اینه که برای کارگاه‌ها ما پول بگیریم و پولش رو صرف خود این بلیتشون. یه راه اینه که چند نفر در واقع خیر پیدا بشن و این هزینه رو تقبل اسپانسر بشن دیگه در واقع. خب راجع به کلیات و راجع به کلیات و جزئیات گروه اگر سوالی موردی هست میخواید مطرح بکنید. حتی رئیس گروه ها هم اینجا نشسته دکتر علی اسماعیلی. چند تا گروه دیگه هم در واقع فعال شدن. بسیار دوستایی که از قبل فعال بوده فعالتر شده و گروه های دیگه هم فکر کنم همین عصب روان عصب تربیت نیست صنعت هم دارن تکنولوژی. بسیار و نکته آخر من اینه که این گروه چون که در واقع بخشی از انجمن متعاقد برنامه درسی هست، علیرغم که رشته‌تون ممکنه برنامه درسی نباشه ولی عضو انجمن بشید. من واقعا توصیه میکنم، چون که من فکر نمی‌کنم تو ایران انجمن‌های علمی خیلی زیاد توزیع تعلیم تربیت داشته باشیم که بگیم خب من حالا عضو اونم دیگه عضو این یکی نشم. هر خیلی نمی‌دونم حق عضویتشم چقدره. خیلی هم برای من توصیه میکنم که حتما عضو انجمن هم بشید. کمک میشه به این انجمن ها که حداقل بتونن در گردش سالانه خودشون رو داشته باشن. دوستان جدید سوالی راجع به گروه ندارید؟ روشناسی همه چیز مشخص. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم. دوم برای اینکه امروز سخنرانی امروز مثلا برای مسئولیت گروه بود. عرض کنم که سنتز پژوهی و این صحبت امروز من و خانم ایزدی‌نیا که نیستن امروز، ولی خب علتش هم همین باز دوره مسافرت هایی که ایشون دانشجوی در واقع دانشگاه ادیت کوون استرالیا هستن و همین
خیلی نتونستن یک هفته دیگه بیشتر اینجا بمونن که تو این سخنرانی هم باشن و ما هم آمادگی شروعش در هفته قبل رو در واقع نداشتیم. برای همین ایشون اشتراکش رو از طریق اون مقاله خدمت شما در واقع داده شد که خود موضوع مقاله هم ممکنه برای بعضی از دوستان جذابیت داشته بود، بحث هویت معلمی، هویت دانشجو معلمی و اینکه شناختش. و عرض کنم که برخی از اسلایدهاشون هم امروز در واقع من با شما در اشاره خواهم کرد که حضور ایشون هم در واقع در این جلسه حس بشه. من صحبتم رو تو این سه رأس در واقع جمع‌بندی می‌کنم و سعی می‌کنم تا ساعت عرض کنم که یک رو به 6 یا نهایت در واقع 10 دقیقه به 6 من تموم بکنم که بتونیم وارد بحث پرسش پاسخ بشیم. اینکه چرا در واقع وارد سنتز پژوهی باید بشیم و اینکه حالا چگونه انجامش بدیم و چالش‌هاش. نمونه من دوست داشتم داشته باشیم که بررسی کنیم، ولی معمولا جلسه سخنرانی فرصت نمونه، برای همین ما قبل از سخنرانی اینها رو خدمت دوستان ایمیل کردیم و هر گونه سوالی در واقع از اون نمونه موجود هست که میتونیم بعد از صحبت‌های من در وارد گفتگو بشیم استقبال میکنم که راجبش حرف بزنیم. راجب چراییش این چند تا سوال پژوهشی رو با هم دیگه مرور بکنیم توی ذهنمون. بله. فلش دارید. کسی اخیراً این سوالات درگیری ذهنی براش ایجاد کرده؟ بله. بله. کسایی که تو پروژه جهش تحصیلی درگیر بودن، اینکه آیا تسریع تحصیلی باید توسعه داد، پژوهش‌های تربیتی در این باره چه میگویند؟ سال آخری هم برنامه گذاشتیم. سال آخر رویکردهای سازنده‌گرایانه طراحی آموزش درباره رویکرد سیستمی طراحی چه تأثیرات متفاوتی رو بر یادگیری در سطح تحلیل و ارزیابی تاریخ، درس مشخصاً درس تاریخ، بله؟ حالا غیر از تاریخ در واقع. پس چند نفری هستن که در واقع مشخصاً عرض کنم که سوالات معینی رو در ذهن، من در واقع بیشترین یادگیری رو از جلساتی داشتم که با سوال وارد اون جلسه شدم. اگر شما هم در واقع با اون مقالاتی که خوندید یا حالا با این همین اول جلسه سوالات ذهنتون درگیر کرده تو این قالب بیاریدش، کمک میکنه که ادامه بحث رو در واقع همین روال در بیارید. مثلا من آقای شفیعی رو میبینم یاد تربیت معلم اصلا میفتم در واقع که رویکردهای متفاوت تربیت معلم پیش از خدمت، عرض کنم که رویکرد مدرسه بنیان، رویکرد در واقع دانشگاه بنیان، رویکرد تلفیقی بین دانشگاه و مدرسه بنیان چه تأثیرات متفاوتی روی معلم‌ها در واقع تحصیل 5 سال اول تدریسشون در واقع داشته. سنتز پژوهی یکی از راه‌های پاسخگویی به این گونه در واقع سوالات هست. سوال دیگه که دکتر حسنی در واقع پارسال درگیرش بودیم این بود که با بچه‌های نهضت سوادآموزی چی کار بکنیم؟ ببخشید با نهضت سوادآموزی چه کار بکنیم؟ بالاخره چه روی کردی تیزهوشان هم بود. چه روی کردی سوادآموزی رو برای بزرگسالان میتونه ریشه کن بکنه؟ پژوهش‌ها چی میگن راجبش؟ یا تیزهوشان، راجب تیزهوشان در واقع ما چه بخشی رو بگیریم؟ آیا اینها رو برای کودکان با نیازهای ویژه از هر دو طرف طیف، یعنی هم بچه‌هایی که نیاز ویژه خاص دارن هم بچه‌هایی که تیزهوشن، آیا رویکرد آموزش فراگیر توصیه می‌شود یا آموزش جداگانه؟ پژوهش‌های این حوزه چه توصیه‌هایی رو برای سیاست‌گذار دارن؟ لذا سوال و جنس سوال از اینه که
حالا به قول انگلیسی‌ها what is the current state of research، وضعیت فعلی در واقع پژوهش چیه تو این حوزه، آخرین حرف پژوهش تو این حوزه در واقع چیه، یا state of the art research، عبارت اینچنینی هم به کار میبرن، state of the art research، یا عبارت‌های دیگه‌ای هم در حالا اینا این کلیدواژه‌ها رو میگم برای اینکه اگر در واقع خواستید جستجویی انجام بدید نمونه‌های سنتز پژوهی پیدا بکنید با این عبارت‌ها میشه، یا اینکه what is the aggregate of the research، یعنی تجمیع پژوهش‌ها راجع به اینها چی میگن، یا where do the research add up، کجا این پژوهش‌ها با هم جمع میشن و نتیجه در واقع چیه. من فکر کنم تو اسلاید بعدی بعضی از این what the current state of knowledge on subject is، این مشخصا current state of knowledge تو اون subject مشخصا چیه، یا what all the relevant studies add up to، همه این relevant studies رو که با هم add up بکنیم به چی در واقع میرسیم، یا what it means for the user's practical activities. این آخریه خیلی مبتلا به کنشگر ماست، خیلی مبتلا به معلمه، خیلی مبتلا به سیاستگزاره. آقای رعنایی هم در واقع تشریف دارن، خیلی در مرتبط معاونت محترم شورای دبیرخانه شورای عالی آموزش پرورش هستن. یعنی دائم ایشون از من سوال میکردن از قبل و از قدیم که اینو ما چی کارش بکنیم، به اصطلاح در واقع خودمون راجع به این بالاخره ما چی بگیم، تو شورای معاونین وزیر چه تصمیمی بگیره. این از همین در واقع نوع همه اینها رو میتونید راجع به این بررسی فاوا رو احتمالاً اخیراً ذهن بعضی رو ممکنه درگیر کرده باشه. ما چندین سال روی فاوا به فناوری اطلاعات داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم دیگه، ولی هیچ پژوهشی نیست در ایران که بالاخره بگه ما این رو پژوهش‌ها آخرین پژوهش‌های ایرانی چی میگن، آخرین پژوهش‌های ایرانی چی میگن، آخرین پژوهش‌های غربی رو میتونیم جمع‌آوری بکنیم. الان آخرین پژوهشی که از OECD دو هفته پیش منتشر شد رو احتمالاً راجع به فاوا دیدید و خیلی تکان دهنده بود. یعنی کشورهای OECD که مطالعه پیزا رو انجام میدن این نشون داد که هرچه ایندکس ICT مدرسه افزایش پیدا کنه پیشرفت تحصیلی بچه‌ها توی ریدینگ کاهش پیدا کرده بود. این مال ایران هم نیست، مال OECD در واقع. یعنی هرچی ایندکس ICT مدرسه افزایش پیدا کرد، یعنی کشورهای موفق تر بودن که ایندکس ICT شون از یه درجه اپتیمالی برخوردار بود، نه خیلی کم. این درجه اپتیماله رو در واقع کجاست؟ پژوهش راجع به درجه اپتیمال چی میگن؟ حالا ما در مورد ایران چی؟ آیا ما داریم پژوهش‌های تجمیعی این مدلی که بتونیم در واقع راجع به فاوا، راجع به نهضت سوادآموزی، راجع به عرض کنم خدمتتون تیزهوشان و امثالهم حرف بزنیم که این رو من تو اون اسلاید آخرم که بحث چالش‌ها بود دو قسمتش خواهم کرد. یکی راجع به ایران، چالش‌های ویژه ایران رو داریم، و یکی هم چالش‌های خاص در واقع پژوهش‌های در واقع سنتز پژوهی رو داریم. خب اینکه چراییش اصلا چرا شروع شد، یه تاریخچه کوچیک من تو خط اول گفتم. تو دهه 70 و 80 بود که این کلمه در واقع سنتز پژوهی، اواخر دهه 70 و اواخر دهه 80 در واقع کلمه ریسرچ سینتزیس در واقع گفته شد، بیان شد، عرض کنم خدمتتون که به کار گرفته شد. خصوصا کسایی که دست به قلم در حوزه پژوهش کیفی بودن، مثل کالین مارش در واقع، مثل پادبین در واقع، اینا کسایی بودن که تو حوزه پژوهش‌های کیفی وارد بحث اینتگراتیو ریسرچ در واقع شده بودن. بعضی هم تحت عنوان اینتگریتد ریسرچ ازش نام میبرن، پژوهش‌های تلفیقی. این با پژوهش‌های میکس در واقع متفاوته. اینتگریتد یا اینتگریتیو ریسرچ توی در واقع کاتگوری همین سنتز پژوهی قرار میگیره. چند تا علت من در واقع از تاریخش در آوردم. یکی از علتش این بود که تعداد پژوهش‌ها زیاد شد راجع به موضوع. مثلا راجع به فاوا تعداد زیاد شد. پژوهش‌های غرب، پژوهش‌های شرق، پژوهش‌های از دانشگاه شمال انگلیس، جنوب انگلیس راجع به فاوا در واقع یافته‌هایی داشتن، چون که پول پژوهش تو دهه 70 و 80 دوبله شد توی اروپا. یعنی فاندینگی که برای پروژه پژوهشی میدادن در واقع 2 برابر شد. نکته بعدیش لزوم رسیدن به این بود که خصوصا این سوال از طرف سیاستگزار و کنشگرای یا معلمان انجام شد که چی کار میکنه
من بالاخره راجع به پیش از دبستان، راجع به دبستان، راجع به آموزش علوم، راجع به اینکه خواندن رو میخوام درس بدم، کدوم مدل کار میکنه؟ آیا بیام با کلمه شروع بکنم یا با صدا، با فونتیک تیچینگ شروع بکنم یا با هول ورد تیچینگ شروع بکنم؟ این کدوم کار میکنه در واقع؟ از این سوالا در واقع شروع شد به کار کردن، به اومدن بیرون و به تناسب این سوال یک مراکزی هم اون نوشتم آخرین راه افتادن مراکز تحقیقاتی، مثل عرض کنم خدمتتون که مراکز تحقیقاتی بهش میگفتن کلیرنس، که تمام پژوهش‌هایی که در یک حوزه انجام شده رو با هم انبار می‌کرد و ازش یک سنتزی در واقع بیرون میداد. مثل حوزه پزشکی برای علوم تربیتی شروع شدن چون این مراکزی به ایجاد شدن. خب توی انگلیس هم در واقع اون مرکز معروف مرکز غیر معروف الان چون از ذهنم رفت در واقع ذهنم درگیر کرد. یه مرکز معروفی در انگلیس در واقع راه افتاد که تمام پژوهش‌ها رو به قول خودش می‌خواست a body of knowledge درست بکنه. a body of knowledge که هرچی نالج در واقع اونجا رخ داده تو حوزه مثلا آموزش علوم، اینجا تجمیع بکنه و از تجمیع اینها یافته‌ای رو برای کنشگر، یافته‌ای رو برای سیاستگزار در واقع بیرون بده. این مراکز تو ایران اصلا راه نیفتادن. یعنی در واقع ما اجباری برای سندس پژوهی تو این حوزه تا الان نداشتیم. حداقل من تا سال گذشته که مسئولیت پژوهشگاه رو داشتم، آقای بنایی و حالا سیاستگزاران آموزش از من خواستن، البته میگفتن سالهای پیش هم در واقع این رو خواسته بودن که از این گونه پژوهش، ولی مرکزی در ایران در واقع راه نیفتاد از طرف دانشگاه‌ها که چون این اجباری رو در این تاریخچه، ما تاریخچه غربه تو حوزه سندس پژوهی، ما یه دفعه‌ای رسیدیم در واقع جایی که سندس پژوهی می‌خوام استفاده بکنم. مثلا اگر جایی می‌بینید که غریبه، اگر از جایی می‌بینید که اصلا در واقع کاربردی نداره، چون ما با تاریخچه همراه نشدیم، یعنی در واقع اومدیم سر محصول، داریم از محصول در واقع استفاده می‌کنیم. و یکی علت دیگه هم عرض کنم خدمتتون که نتایج متناقض از یافته‌های پژوهش بیرون اومدن بود. راجع به فاوا سری میگفتن خوبه، سری بد. راجع به جریش تحصیلی سری میگفتن خوبه، سری میگفتن بد. راجع به عرض کنم که تربیت معلم مدرسه محور سری میگفتن خوبه. کجا میشه در واقع یه یافته متقنی رو پیدا کرد که راجع به اینها گفتگو کرد و کنشگر بتونه، معلم بتونه راجعش در واقع تصمیم بگیره و جلو بره؟ خب در ادامه چرایی یه علت دیگه که حالا این یه ذره ایرانی‌تره، من خودم در واقع تو پژوهش‌های خودم بیشتر باش سر و کار دارم، اینه که ما معلم‌ها که کارگاه‌ها و دوره‌ها رو در واقع برگزار می‌کنیم، همش میگن که شما که نیستی توی کلاس با ما، که کلاس ساعت 8 تا 10 من با 10 تا 12 من متفاوته، چون 10 تا 12 من یه آدم دیگه‌ای هستم. اینها همش داره میگه که تربیت و تعلیم و تربیت یک عنصری است که پر از لحظات تصمیم گیریه. یعنی در لحظه باید معلم دست به عرض کنم که قضاوت حرفه‌ای و بعد از اون دست به اجتهاد بزنه. اینجا یعنی باید مجتهد بشه همون در لحظه که من اینجا میخوام این اتفاق در واقع بیفته. حالا برای این لحظات تصمیم گیری عنصر اصلی برای در واقع تصمیم گیری صحیح تر و نه صحیح تر دانشه، نالج در. ولی این دانشی که در واقع معلم و اصلا سیاستگزار، حالا من تو شورای معاونین هم در واقع بودم، حتی شورای عالی آموزش پرورش هم من بودم، حالا اینجا دانشگاهی میشه در واقع این صحبت‌ها رو کرد. مثلا گذاشتن پنجشنبه، تعطیلی پنجشنبه یا برداشت تعطیل نکردن پنجشنبه مبنای تصمیم گیری پژوهشی سنتز پژوهانه داشته یا نداشته؟ یعنی این در واقع سواله که حالا بعضی از این جلسات نشون میداد که این مبنای سنتز پژوهانه نداشته، بعضی نشون میداد داشته ولی خود پژوهش سنتز پژوهی نبوده. جنسای در واقع از اونایی که آره برو یه پژوهش کن که این یافته رو پیدا بکنه، جنسای در واقع حالا نظرسنجی در حد این که از کسایی هم نظرسنجی میکنیم که میدونیم که معلم‌ها اگه بگیم پنجشنبه رو تعطیل کنن همه میگن آره دیگه. آره در واقع من گفتم سر کلاس گفتم پسرم یه نامه‌ای به آقای حاجی بابایی نوشته، فکر کنم آقای حاجی بابایی هنوز وزیره و نوشته که من دو تا درخواست دارم از شما که انجام بدید، یکی اینکه چهارشنبه‌ها رو هم تعطیل کن و دوم اینکه درس حرفه و فن و ریاضی و فیزیک و 3 نقطه رو هم حذف کن. این از 3 نقطه دیگه نمیدونم چیا بوده.
یعنی از بچه هم اگر شما این نظرسنجی رو بکنی قطعا اون هم رأی میده به اینکه چهارشنبه ها تعطیل باشه و سه‌شنبهش. مثلا سنتز پژوهی نبود، یعنی اونی که حداقل من در پژوهشگاه دیدم جز سنتز پژوهانه در واقع نداشت. پس ولی این دانش نظریه، دانش هنجاریه، من به حرکات من این هست، دانش ارزیابانه است، دانش درون رشته‌ای و دانش برون رشته‌ای و دانش‌های مختلف. خب این معلم امکان این رو نداره که این دانش‌ها رو خودش هم دسترسی پیدا بکنه بهش و هم بتونه سنتزی از اونها در واقع فراهم بکنه. و این نقش رو و این در واقع رول رو قرار سنتز پژوهان بر عهده بگیرن. خب کلمه سنتز رو من از دیکشنری در واقع یک تعریفی از کلمه سنتز آوردم، قبلش هم کلمه ترانسفورم نات چینج آوردم. حالا تعریف رو با هم بخونیم. It's a process whereby some set of parts is combined or integrated into a whole. It is more than just assembling. این تفاوت سنتزه که اینجا ما گیر داریم توی ایران، که حتی این مقاله‌ای هم که من براتون فرستادم این اولین کار من بود و شما قطعا میتونید بهش نقل کنید که اینجا اسمبلی اتفاق افتاده، اینجا سرهم کردن بوده، اینجا سنتزی در واقع نشده. آره قطعا توی مقاله خانم ایزدینیان در واقع این اتفاق افتاده، گپ دارید. حالا نمیدونم اینها رو رصد کردید تو مقاله یا نه. این که ترانسفورمیشن باید اتفاق بیفته نه چینج، یعنی در واقع اصطلاحا من نوشتم ترکیب شیمیایی باید اتفاق بیفته. ترکیب شیمیایی ترکیبی است که حالا شیمی‌دانان میگن خاصیت اون مواد اولیه عوض بشه و در واقع محصول خاصیت متفاوت از تک تک خاصیت تک تک اون مواد تشکیل دهنده داشته باشه. این رو میگن در واقع ترکیب. ولی ترکیب فیزیکی ترکیب اسمبلی است، ترکیبی که هنوز میتونی در واقع اینها رو از هم جدا بکنی. So the emphasis is upon integrating diverse material into a particular conceptual framework so that some new perspectives or relationships این جالب new perspective new relationships. یعنی شما دائم باید ببینید که آیا سنتز پژوهی شما وارد در واقع چارچوب مفهومی جدیدی شدید یا نشدید. لازم نیست. شما نیست. شاید باشه. من نمیدونم چی کار کنم. شاید یه فاصله ای آیه چیز بدید بهش. نه اینو فاصله بدید بهش بکنم. خاموشش کنید. خیلی ممنون. خب حالا یه ذره پس راجع به چراییش امیدوارم که اتفاق افتاده باشه که چرا ما باید وارد سنتز پژوهی بشیم. اگرم حالا علاقه‌مند بیشتر بودید یک نمونه‌ای رو چند وقت پیش ما برای آموزش‌پژوهش آماده کردیم که فکر می‌کنم اگر یه اسمی هم براش گذاشتیم به نام تحقیق برای تصمیم، تماس، در واقع مطالعات تحلیلی مروری سریع. این تماس الفش حتی اضافه است برای اینکه تماس نشه، ما در واقع تماسش کردیم. عرض کنم چند نوع اونم میشه. ما کلیه مطالعات در واقع تحلیلی مروری رو توی این 5 نوع میشه دسته‌بندی کرد در واقع. تو این و ارزیابی هم داره. حالا حتی یه ذره تفاوت تو اولی که حتی اینا براش ما یه ذره چیزام در آوردیم چقدر طول میکشد هم هست اینجا، یعنی اگر و حجم پیشنهادی هم در واقع براش داده شده که چقدر طول میکشه هر کدوم از اینا. 1 تا 2 ماه میبینید، حد اکثری 6 تا 12 ماه که اون آخریه هست و تا 60 صفحه است. و اینجا هم نوع این در واقع اون چی که ما الان امروز راجعش حرف میزنیم این ریسرچ سینتزیس هست که اینجا هست و بقیه اون موارد کماکان به قوت خودشون باقی هستن و در داخل همین انواع و از همون خانواده قرار دارن.
ولی ریسرچ سنتزیس در واقع به طور مشخص میتونه یه نهله مجزا و متفاوت برای خودش در واقع باشه که راجعش صحبت کنه. اولیه که در ایران باز دوباره کمتر اتفاق میفته ولی لازمش زیاده، رپید ریویوز. خیلی سریع میخوایم یه نیمرخی از اون موضوع در واقع در بیاریم. دومیه که پیار سال ما یادتون باشه راجبش یک نشست داشتیم، سکوپینگ ریویو بود، گستره پژوهی من گذاشتم معادلش رو. اینکه گستره یک موضوع رو، گستره یک رشته رو، گستره یک پدیده رو در واقع ما درش بیاریم که چقدر این گستره عرض کنم که ارزش داره که ما وارد مطالعه تحلیلی و مطالعه ارزیابانه یا مطالعه سنتزی بشیم یا نشیم. فهمیدن این که آیا در زمینه موضوع مورد نظر شواهد پژوهشی کافی وجود دارد یا ندارد، این میشه سکوپینگ ریویو. بعدیش رپید اوییدنس اسسمنت هاست که از جنس ارزشیابی هستن و دنبال اوییدنس های امپریکالن. در واقع به طور مشخص نوشتم توی ستون دوم شواهد پژوهشی متقن. این تو ایران به شدت در واقع نمیشه انجامش داد، چون که ما پژوهش هایی که در واقع اصلا بشه شواهد پژوهشیش رو با هم اینتگریت کرد و اداپت کرد وجود نداره. یعنی در واقع ما نمیتونیم بگیم راجع به فاوا 10 ها پروژه پژوهشی انجام شده و بعد بریم حالا در واقع اینها رو با هم یه رپید ریویو روش انجام میدیم. نه، این اتفاق، این ماده خامش وجود نداره برای اینکه این اتفاق بیفته. بعدیش هم که فراتحلیل سنتز. فراتحلیل نهله در واقع تجمیع پژوهشی تو حوزه پژوهش‌های کمی است. سنتز پژوهی نهله تجمیع پژوهش‌های گذشته توی پژوهش‌های کیفی است. این تفاوت رو در واقع اینجا با هم قرارداد بکنیم. البته قرارداد بکنیم چون باز بعضی از نویسندگان بین هر کدوم از اینها یک در واقع لایه‌های پوششی رو در واقع دیدن و یا از هم جدا کردن. فراتحلیل کیفی نداریم. فراتحلیل خاص در واقع کمی است. در واقع فراتحلیل رو برای تجمیع پژوهش‌های کمی با همون شیوه‌های آماری خاصی که برای فراتحلیل وجود داره که باز تو ایران، حالا چون گروه روش‌شناسی میشه گفت که تو ایران این بخش هم ما در واقع فقر سوادی و فقر مهارتی داریم که پژوهشگرای حوزه کمی ما وارد بحث فراتحلیل که بتونن در واقع افکت سایز ها رو با هم در واقع تجمیع بکنن. البته گفتم مواد خامش تو ایران نیست، ولی اگرم حالا باشه ما چون این افرادی که از تو حوزه پزشکی نمیدونم، ولی تو حوزه علوم تربیتی من کمتر افرادی رو میشناسم که بتونن فراتحلیل که کمی در واقع پیشرفته رو حداقل گزارش بکنن و انجام بدن. و سنتز پژوهی که حالا مورد بحث امروزمون هست. و آخریش هم که فول سیستماتیک ریویو هست. فول سیستماتیک ریویو که نوشته بودم 6 تا 12 ماه در واقع طول میکشه، دستیابی به سنتزی از کلیه پژوهش‌های موجود که این سنتز رو میتوان در واقع در برگیرنده و نماینده تمام دانش موجود اون حوزه در واقع دیدش. حالا توی اسلایدهای خانم زدینیا من اون بحث سیستماتیک ریویو و فول سیستماتیک ریویو رو عرض کنم که راجع به روش‌هاش و رویکرداش بحث خواهم کرد. ولی چون این جدولی خلاصه آماده شده از انواع در واقع پژوهش‌های موجود در حوزه رپید ریویوز. خب توی حالا از بحث چهره‌ای در واقع عبور کنیم، وارد بحث عرض کنم خدمتتون که یه ذره رویکردها و چگونگیش در واقع بشیم. توی رویکردهای رایج به سنتز پژوهی این سه رویکرد اصلی رو در واقع ذکر میکنن که اولیه که عرض کردم جنس‌های کمی در واقع بیشتر درش حاکمه، دومیه کیفی هست و سومیه هم المان‌های کمی درش هست هم المان‌های کیفی. مقاله‌ای که در حوزه پیش از دبستان براتون در واقع ایمیل شد از جنس کامپرهنسیو ریسرچ ریویو آخریه بود، یعنی در واقع مواد خامش رو هم پژوهش‌های کمی در واقع شکل داده بودن که افکت سایز گزارش شده بود و هم پژوهش‌های کیفی، یعنی اونهایی که در واقع با مصاحبه و گفتگو و عرض کنم که مشاهده مراکز پیش از دبستانی به دست اومده بود. حالا اینها رو من تو اسلاید بعدی کدوم؟ نه همه جانبش از جهت همه جانب فول سیستماتیک ریویو.
فور سیستماتیک ریویو عرض کنم که تلاشش اینه که کلیه پژوهش‌های حاکم بر یک حوزه در یک برهه زمانی خاص مثلا 10 سال 20 سال رو بتونه تجمیع بکنه. این تجمیع هم استفاده از آمارها برای هم قرار تحلیل و هم تجمیع نظری هست، از این جهت که بتونه از در واقع یافته‌های کیفی یک چارچوب نظری جدیدی رو ارائه بکنه. این میشه در واقع کانفرنس. بله بله. خب بله بله، ریتریتیو کانفرنسینگ روی کیفی که حالا اصلا گلیزر هم هست دیگه، گراند تیوری و سنتز پژوه به خاطر ویژگی‌های سنتز پژوهی و رویکردهایی که الان خواهیم گفت دو تا ویژگی اصلی رو در واقع لازم داره. این بحث تحلیلگریش، دومی ارتباطگیریش. تحلیلگریش به خاطر اینکه لازمه با تئوری‌های مختلف و تلفیق و سنتز اینها در واقع آشنایی داشته باشه که چگونه میشه تئوری‌های مختلف رو گرچه مبانی اپیستمولوژیکال یا معرفت شناسی متفاوت دارن آیا میشود تجمیع کرد، آیا میشود آنها رو در واقع وارد یک کانسپت یا یکی از چالش‌های پژوهش‌های سنتز پژوهی همینه که آیا پژوهش‌هایی که کلاً اصالتاً در واقع اون چارچوب معرفت شناسی متفاوت دارن هم قابلیت تجمیع هستن در واقع یا خیر. تحلیلگری به این در واقع به این جنبه از در واقع توان پژوهشگر می‌پردازد که بتونه یافته‌های پژوهشی که معمولاً به صورت یافته‌های تئوریتیکال و نظری در واقع ارائه شده اینها رو در قالب چارچوب‌های تبیینی مفهومی بیاره و از این در واقع چارچوب‌ها بتونه چارچوب خودش رو بیرون بکشه، چون همه حرف تو سنتز پژوهی اینه که چارچوب نظری و چارچوب مفهومی متفاوتی رو شما سوار بکنی برای این تحلیلگری معمولاً ابزارهایی رو در واقع میارن. یکی از اون ابزارهای اصلی که تحلیلگران سنتز پژوه خودشون رو بهشون مسلح میکنن استفاده از چارچوب‌های نظری سایر رشته هاست، یعنی آوردن چارچوب‌های نظری حوزه اقتصاد در داخل حوزه در علوم تربیتی، آوردن چارچوب‌های نظری پزشکی در داخل عرض کنم که این یکی از اون ابزارها، چون داره لنزهای مختلف رو در واقع به تحلیلگر میده. دومین در واقع اصطلاحی که در واقع ذکر میکنن که میتونه کمک بکنه به پژوهشگر همون اصطلاحی که در پژوهش‌های کیفی ازش نام میبرن دغدغه‌مند بودن پژوهشگر و زیست با اون داده است که بتونه دائم با این چارچوب‌های نظری و یافته‌های پژوهشی مختلف زندگی کردنه تا اینکه اون چارچوب نظری و مفهومی که دائم روی کاغذ کشیده اصلا توی ذهنش داره برش حالا اصطلاحاً حادث شود، یعنی در واقع در ذهن انقدر آمادگی و هم قابلیت قابل به قول فلاسفه داشته باشه که اگر عاملیت عامل که همین یافته‌های پژوهشی مختلف در دور برش هستن وجود داشته باشه، پژوهشگر هم این قابلیت رو داشته باشه که بتونه از این یافته‌های پژوهشی اون چارچوب نظری رو در واقع استخراج بکنه. آمادگی ذهنی، عرض کنم که قابلیت ذهنی برای حادث شدن اون چارچوب‌های نظری، اینها البته اصطلاحایی هست که برای تحلیلگری ذکر می‌کنن ولی قطعاً اینها کاملا ایندیویدوال هستن و پژوهشگرایی که می‌دونید که هر کسی باز سبک و سیاق خودش رو در سطح ایندیویدوال هم داره، جدا اینکه اون سطح کلی در واقع پژوهشگری کیفی داره. اینجا یه سوال به نظر میشه مطرح کنم. بله. مثلا ببینید تو بخش تحلیل اونجوری که شما گفتید از دو شکل در واقع رویکرد قیاسی با یک چارچوب نظری پیش‌فرض به سراغ یک متن در واقع اون پژوهش‌های متن درسته اگه کنار هم قرار بگیره یک واحد تحلیل میشه. بعد از دل این پژوهش‌ها گاهی وقتا یه چارچوب‌های استقرایی در میاد، یعنی بدون پیش‌فرض پژوهشگر میره داخلش این مفاهیم و یافته‌هایی که هم میزه یه ارتباط با هم میده میشه یک چارچوب استقرایی که میتونه یک موضوع تبدیل بکنه ازش راهکار برداره. شما این تفکیک رو باید دومیه. بله، من سنتز پژوهی حالا کسایی که مثل عرض کنم خدمتتون کالین مارش به طور مشخص رو این کار کردن، سنتز پژوهی رو از نوع استقرایی میدونن، یعنی از خواندن متن شما عرض کنم بتونید چارچوب نظری رو استخراج بکنید. دومیش هم خیلی مهمه از این جهته که ارتباطی، اسمش از کامیونیکیشن اسکیلز. جالبه، من هیچ وقت نمی‌دونستم که در واقع میتونه یکی از ویژگی‌های پژوهشگر ارتباط گیری باشه، یعنی اینکه
علتش هم داره راجع به سنتز پژوهی، این که بدون نیاز سفارش دهنده چی بوده، یعنی ارتباط گیری از این جهت. سنتز پژوهی موفقه که بدون نیاز کسی که سفارش دهنده اینه یا مخاطب یا خواننده این سنتز پژوهی چیه که من میخوام در واقع براش، یعنی برای سیاستگزار در واقع دارم این رو تهیه میکنم، برای معلم دارم این رو تهیه میکنم و تدوین میکنم، بر اساس نیاز و تبدیل کرد. حالا توی مراحلش که خواهیم رفت، اولین مرحلهش سنتز پژوهی باید ببینید که چه نیازی رو در واقع داره با این سنتز پژوهی برطرف میکنه. ممکنه سنتز پژوهی رو شما بخشی از یک پژوهش دیگری هم انجام بدید. من این رو به صورت در واقع جدا میشه بحثش کرد. اگر سنتز پژوهی رو به عنوان لیترچر ریویو کار خودتون انجام بدید، این یک داستان متفاوتی داره. من راجع به این امروز حرف نمیزنم. یعنی این سوال هست که آیا سنتز پژوهی همون بخش لیترچر ریویو یا اون مرور پیشینه است؟ نه، بخش لیترچر ریویو یک در واقع رویکرد از سنتز پژوهی است. مثلا اگر سیاستگزار نیازش اینه که به طور مشخص عرض کنم خدمتتون که راجب حالا جهش میخوایم در واقع برسیم به این که بالاخره جهش تک‌پایه انجام بشه یا نشه، اون وقت پژوهشگر با ارتباط گیری با سیاستگزار دنبال همین پژوهش‌ها خواهد رفت، نه اینکه پژوهش‌هایی که جهش رادیکال رو هم در واقع دنبال میکنن، فقط جهش‌های در واقع تک‌پایه رو در دنبال خواهد. خب راجع به مراحلش من اینو میگم از هرد، ولی حالا اونی که در واقع مد نظرم هست مرحله بعدیه که یعنی تو اسلاید بعدیش میخوام بگم که افراد مختلف راجع به پژوهش اینتگراتیو ریسرچ یا عرض کنم که سنتز پژوهی وارد کار شدن، از جمله این نمونه. اولیش اینه که اون سورس‌های اصلی اطلاعات رو کشف کردن و شناسایی. از کجا من اطلاعات رو میخوام بیارم؟ اینا مقالن، اینا داکیومنت سیاسی هست، سیاستگذاری هستن. حتما مقاله از چه سالی تا چه سالی در واقع باید باشه و همچنین. دوم این همین در واقع در آوردن اون تحلیل مفهومیه از کریتیکال المنتس رو در سنتز پژوهی بعضا تحت عنوان تم هم ازش نام میبرن. مضمون‌های مشابه رو، مضمون‌هایی که میشه از این مقالات مختلف بیرون کشید رو لیست کردن و هیچی رو حذف نکردن، فقط شناسایی مضمون‌های گفته شده در متن در واقع. بعدی identification of informational or conceptual clusters. حالا این المنت‌های مجزای informational و conceptual رو تبدیل کردن به المان‌های کلاستری، یعنی گروه بندی کردن اون مضمون‌ها در ذیل در واقع یک سری کلاستر یا از کنم که دسته. حالا بر اساس چی؟ based on patterns derived from the previous analysis. توی در واقع تحلیل‌های قبلی، این در واقع حالا مدل هرد هست دیگه، یعنی اگر تحلیل قبلی رو در واقع وجود داره که اسمش هست متا انالیسیس، یعنی انالیسیس آف انالیسیس رخ داده و شما در واقع یک الگویی رو بیرون کشیدید، این المان‌هایی که یا این مضمون‌هایی که از پژوهش‌های مختلف استخراج کردید رو در ذیل یک چند کلاستری که تو این متا تحلیل‌ها استخراج کردید دسته‌بندی بکنید. حالا این مرحله بعدی سینتز کردن، synthesis of information in each conceptual cluster. حالا اینجاست که باید شروع به خلق بشه، یعنی تفاوت در واقع سنتز پژوهی با لیترچر ریویو. حالا اینجا در که شروع می‌کنید به چارچوب مفهومی ساختن، خلق در واقع ارتباط مفهومی و معنایی ایجاد کردن بین اون تم‌ها و اون گروه‌های مفهومی. و بعد continuing analysis, analysis, reanalysis و synthesis, resynthesis. این دیگه یه چرخه است، کاملا چرخه ایتراتیوی داره، یه ذره خسته کننده است. احتمالاً دوستانی که با در واقع نرم افزار ام وی کار کردن میدونن که این نرم افزار این امکان رو به شما میده که این چرخه رو کمی اتوماتیک وار انجامش بدید. البته با زبان فارسی یه ذره نامعنوسه، ولی با این حال بهتر از هیچی. حالا یا مکس کیوبی یا در واقع انویو. اما حالا مثلا 20 سال پیش وقتی که این مدل رو انجام میدادن، احتمالاً دیدید که این در واقع مفاهیم یا مضمون‌هایی که در واقع استخراج میشد روی کاغذها مینوشتن و گروه بندی روی میز در واقع. حالا توی این دانشگاه ما این همین نیک ها بود که دارم میگم، کف اتاق در واقع میچید این کلاسترها رو، کف اتاق میچید، چون میگم من وقتی کف اتاق میچینم بین اینها راه میرم، اون در واقع خلق
دانشی و خلق مفهومی که برای من اتفاق میفته بیشتره تا زمانی که من اینها روی میز بشینم و در واقع نگاهشون بکنم. من با راه رفتن و دیدن این کلاسترها، برای همین بعضی وقت مثلا از کف اتاق اینا رو یه گروه رو برمی‌داشت میذاشت یه گروه دیگه از اونجا در واقع اینو حذف می‌کرد زیر یه گروه دیگه میذاشت. حالا البته میگم اومدن نرم افزارا به ما کمک میکنه، ولی واقعا توصیه میشه که تاریخچه رو حفظ بکنید، یعنی با همون مدل در واقع قدیمی این کانسپچوال کلاسترینگ انالیسیس در واقع بریم جلو. توی مرحله ریفاینمنت پالایشه که عرض کردم بعضی از گروه‌ها تلفیق میشن، بعضی از گروه‌ها تجزیه میشن به دو تا در واقع کلاستر ریستر و در آوردن یه سامری استیتمنت و مرحله پنالتیمتش هم arrangement of statements in categories appropriate for intended use. اینجاست که بحث ورکبیلیتی یا کارکردگرایی ریسرچ سنتزیس در واقع داره مبرز میشه. برای چه کاری میخوای این رو؟ حالا برای سیاستگزار، برای معلم، برای پژوهشگرای دانشگاهی میخوای این سنتز پژوهشی رو بر اساس اون intended use یا اون در واقع کاربرد مورد نظر این دسته‌بندی‌ها رو شما سامرایز می‌کنید یا عرض کنم که ریداکشنیست یا کاهش میدید یا دسته‌بندی می‌کنید یا خلاصه بندی می‌کنید. و در امتحان interpretation of synthesis این مرحله آخر ما رو در واقع interpretation ما رو به اون تعریف اصلی ریسرچ سنتزیس دوباره داره متذکر می‌کنه که در ریسرچ سینتزیس برخلاف متا انالیسیس و پژوهش‌های ریپورتی دیگه اینترپریتیشن هست که در واقع بخش اصلی کار هست، نه ریپورتینگ، نه عرض کنم خدمتون که اگریگیشن. برای همین توی در واقع پژوهش سنتز پژوهی میگن دو مرحله وجود داره، یکی دیتا اگریگیشن، دوم دیتا ترانسفورمیشن. دیتا اگریگیشن فقط اگریگیت میکنه این دیتاهایی که از مقالات مختلف شما جمع کرد اداب میکنه. دیتا ترانسفورمیشن یعنی شما دیتا رو ترانسفورمش میکنید به یک شکلی دیگه که همون میشه اون چارچوب مفهومی و امثال. از این نقطه تا این نقطه کار سخته اینجاست که عرض کنم خدمتتون باید روی بده و برای این کار سخته در واقع بعضیا لایه گذاشتن، میگن تحلیلگرایی که عمیق وارد بحث سنتز پژوهی میشن در واقع یک اسمی دارن، اونها که ضعیف‌تر هستن یک اسمی دارن. اونها که در واقع سطحی ترین حد ترانسفورمیشن، پس دیتا اگریگیشن، دیتا ترانسفورمیشن. دیتا ترانسفورمیشن سطح بندی داره. سطحی ترین سطح دیتا ترانسفورمیشن دیسکریپشن، توصیف، سطحی ترین در واقع لایش که بعد آروم آروم این لایه به لایه بعدی میره که میشه thick description که عرض کنم که یعنی توصیف غنی‌تر با همون داده ها ولی داره توصیف غنی‌تر میکنه، یعنی خودتون هم دارید. لایه بعدیش عرض کنم explanation یا همون تبیین هست که خود لایه explanation هم باز دوباره دو تا لایه داره. لایه اولیش عرض کنم که thematic explanation هست یا همون تبیین تماتیک هست، یعنی از تم‌هایی که قبلا موجود بوده شما تبیین تماتیک فقط می‌کنید، یعنی تم‌ها رو موجود هست میاد در واقع دسته‌بندی می‌کنید، ارتباط جدیدی بین اونها ایجاد می‌کنید. عمیق‌تر از thematic explanation conceptual explanation، تبیین مفهومیه که در واقع شما دست به خلق مفاهیم و ارتباط‌های جدید مفهومی میزنید. این عمقه اون وقت میشه ریسرچ سینتزیس. ببخشید من برای این اسلاید در واقع نداشتم، ولی این از دیتا اگریگیشن تا دیتا ترانسفورمیشن این مسیر باید در واقع طی بشه و این مسیر هم مسیر عرض کنم که همواری نیست. این هم در واقع مدل این هم مدل در واقع رابرت هست، مراحل در واقع انجام سنتز پژوهی از دید رابرت که ایشون هم باز دارن اولین چیز آیدنتیفای نیده، کی ازت خواسته، ریکوست از طرف کی اومده، سیاستگزار بوده، معلم بوده. بعد
conduct preliminary research، که سری پژوهش‌های preliminary ابتدایی در واقع انجام بدی و clarify request. این شفاف سازی درخواست خیلی مهمه. ما با تو سیاست گذاری خیلی این رو مشکل داریم. یه کاری انجام میدیم بعد میبریم سیاست گذاری نه من این در واقع شفاف باید انجام بشه، داریم چی میخواید در واقع از من. بعد conduct search for and retrieval of studies که گفتم retrieve می‌کنیم 10 سال پژوهش رو retrieve می‌کنیم. بعد selecting screening and organizing، select کردن اسکرین یا غربال کردن که حالا تو اسلایدها میاد که بر اساس چه مبنایی غربال می‌کنید. بعضیا بر اساس روشه، بعضیا بر اساس یافته است، بعضیا بر اساس ساله. بعد determining the conceptual framework and fitting it to the information from the analysis. مثلا این نظر رابرت با همین نکته‌ای که هستن در واقع که از شما فیت یه چیز کانسپچوال فریم ورک دارید میاد فیتش می‌کنید به اینجا. این رویکرد ریاضیه. احتمال داره که بازسازی بشه اون قبلی بله. یعنی میارید ببینید که چقدر همخوانی داره. اگر اضافه میشه تاسیسش حذف کرد، بعد developing the synthesis and interpretation into a material product. این interpretation دوباره تکرار شده و آخریش هم نمیشه material product باید بیاد بیرون دیگه. یعنی باید یه محصول بیاد بیرون. محصول اولیه مهم نیست اونا چی تولید کردن. یه محصول همون ترکیب شیمیایی در واقع باید رخ بده و در انتها delivering the results. بعدم که دلیور کردن که حالا به مدل‌های مختلف دلیور میکنن. اخیراً در واقع من دیدم ریسرچ سینتزیس‌ها رو اصلا به صورت گزارش پژوهشی هم ارائه نمی‌کنن مکتوب، چون که همون سیاستگزاری که وقت نداشته بره این همه پژوهش رو بخونه، همون معلمی که وقت نداره بره این همه پژوهش رو بخونه، وقت هم نداره بره ریسرچ سینتز شما رو حتی اگه 10 صفحه هم باشه بخونه یا 5 صفحه هم بخونه. در خاطر اومدن این خود یافته پژوهشی هم به صورت‌های گرافیکی، اینفوگرافیک، یعنی با اینفورمیشن گرافیک، با کلیپ، یا حتی اخیراً من دیدم با تئاتر در واقع، با دراما، یعنی وزیر رو دعوت میکنن و معاون وزیرش رو و یافته پژوهشی جهش رو مثلا با انجام یه تئاتر 20 دقیقه‌ای که اسمش هست اثنو دراما، حالا اگر علاقه‌مند بودید، یعنی اثنوگرافی اند دراما، با درام در واقع یافته پژوهشی و عرض کنم که اون کارشون رو ارائه میدن. تو اثنو دراما اون که سنتز پژوهی درش حاکمه، عرض کنم که متا اثنوگرافی هست دیگه. متا اثنوگرافی که باز دوباره چند تا اثنوگرافی رو با هم در واقع انجام میدن. حالا فکر کنم خانم دکتر نمیدونم چقدر من باید اجازه بدم. چای میخورید؟ چرا اجازه میدن؟ میگن تغذیه داخل ممنوعه. پارسال که ممنوعه، صندلی رو عوض کردن اینجوری شده. اوکی. پس بذارید دم در هر کسی در. دم در هست. خب. من همونطور یه رو گذشت از وقت. من 5 دقیقه تمام. پس 5 دقیقه دیگه من در واقع تمام کنم، میتونیم چای رو بخوریم و در واقع بشه. بعد من نمیدونستم این قانون جدید در زمان صندلی عوض شده، خورد و خوراک در داخل در واقع ممنوعه. خب این چند تا از اون بریم چند 5 دقیقه هم اجازه میدید. چند تا از معیارهای اینکلود کردن یا اکسکلود کردن مطالعات رو من تو این مثلا زبان اگر مثلا فرانسه هم بود بیاد توی مطالعه من نیاد، چه ژورنالایی باشه، چه ستینگایی باشه، فقط غرب آسیا باشن، فقط اروپا باشن، فقط مطالعات در واقع آمریکایی باشن، آثرها کیا باشن، مشارکت کنندگان در پژوهش کیا بودن، یا ویژگی‌های پاپولیشن همشون مثلا دوره دبیرستانی باشن یا دوره دبستانی باشن، و پروگرام یا اینترونشن، اینکه آیا مداخله از جنس مداخله در واقع انواع مداخله داریم دیگه، حالا کدوم یک از این مداخله. مثلا معیارهای انتخاب مطالعات پیشین میتونه هر کدوم از این معیارها در واقع باشه. باز ادامه‌ش هم داره دیگه، متدولوژی که استفاده شده، ریسرچ دیزاینی که استفاده شده، سامپلینگ تکنیکس که چه سامپل، آیا فقط داریم دنبال رندم استادی ها یا اونایی که پرپسفول سامپلینگ هم بودن در واقع باشن.
دیتا پابلیکیشن مثلا 2 مقاله که براتون ارائه شده بود، دیتا پابلیکیشن یکی 20 سال اخیر بود دیگه، 93 تا 2000 در واقع 13 بود. و کانتنت، تاپیکس، وریبل، مثلا یه وریبل خاصی مد نظر باشه. اینا معیارهای انتخاب اون مطالعاتی هستن که میتونه داخل پروژه شما قرار بگیره. برای سرچ کردن هم که حالا قطعا شما با سرچ ها و روش های سرچ آشنا هستید. من فقط چند تا از همین بولیان لاجیک که میشناسید در واقع در سرچ کردن ها استفاده میشه، با کاما باشه، با اند باشه، با اور باشه، اینا برای شما خیلی مقدماتیه. من ببخشید اینا رو دیگه آوردم، قطعا خیلی زودتر از اینها وارد این قضیه شدید. بعد حالا اسکرین کردن مقالات هست. Identifying those studies potentially relevant. تو مرحله اول که قربال گیری میکنید، پتانسیلی، اونا که پتانسیل دارن که توی مطالعه باشن رو میذارید. بعد اکسکلود ایرلوونت، اونا که ایرلوونتن و نامرتبطن میذارید کنار. بعد screen and relevant papers again تو این شورت. بعد که مطالعه مثلا ما توی این مطالعه اونا که آوردیم جلو، مجدد دوباره اسکرینشون کردیم ببینیم که اینا همونایی بودن که ما مد نظرمون بود یا نه. تو مرحله قربالگری هستیم. تو مرحله بعد هست که وارد اسس کردن پیپر میشید. اینجاست که 2 تا کار میتونید انجام بدید. یا برید فول تکست مقاله رو بخونید، یا برید چکیده، یعنی با چکیده تصمیم بگیرید که این مقاله بیاد جزء یا این مطالعه بیاد جزء مطالعه من، یا برید در واقع کل مقاله رو در واقع بگید که یه معیار من اینجا گذاشتم چون من دسترسی به همه فول تکست ها نداریم، اول چکیده ها رو بخونیم ببینیم که ویژگی ها رو دارن، حالا زحمت در واقع فول تکست گرفتن رو در واقع به دست بیاریم. و بعد finally provide an impartial summary description of the evidence generated by each relevant and credible study. اینجاست که باید از هر مطالعه یه سامری بدید بیرون. من برای سامری، این تجربه شخصی منه، یه سامری رو به صورت جدولی تا اونجایی که امکان داره بدید که تو یک ستون متدولوژی سامریش بیاد، تو یک ستون عرض کنم فایندینگ ها بیاد و تو یک ستون دیزاین بیاد در واقع، یا پرسش و پژوهش و اینها بیاد. ستون آخرم رفلکشن خودتون رو بذارید که من راجع به این مطالعه الان کلا حالم چطوره، با این مطالعه چقدر ارتباط برقرار کردم نسبت به متدولوژیش، چون میدونید که اینها از ذهن میپره. همون زمانی که مطالعه رو انجام میدید، ستون آخر باید اون بذارید مای رفلکشن، بازاندیشی خود من راجع به این مطالعه در واقع اینها رو. این برای دوستانی که دارن الان رساله دکتری می‌نویسن تو بحث لیترچر ریویو توصیه میشه که مقاله رو نذارید در واقع فقط بخونید و هایلایت بکنید و بره. بذارید در واقع این برای هر مقاله چون این چیزی اتفاق بیفته که حالا خوشبختانه اندنوت چون این امکانی رو فراهم کرده، حالا اگر در واقع جدولم نخواهید درست بکنید. برای اساس کردن مطالعه حالا یه سری معیارها ما داشتیم. مثلا include full title, all authors, وقتی دارید می‌نویسید همه این، یعنی مقالاتی برید سراغش که فول تایتل داشته باشن، فول آثر، همه اسامی مشخص باشه این در واقع مقاله علمی هست. Was the purpose of research clear? Were finding آیا یافته ها کانسیستنت بود، ثابت بود، یا جای در واقع اینجاست که باید مطالعه رو یعنی این مطالعاتی هم که ما تو حوزه مثلا پیش از درسانی خانم زرینی تو حوزه هویت معلمی در واقع انجام داده بودن، این زحمت ها در واقع کمابیش براش انجام شده بود، ولی گفتم کار 100% در واقع نبوده. آیا فرایند تحلیل داده یه متقنی بوده، شما میتونید بهش اعتماد بکنید؟ آیا در واقع ریپورت فایندینگ یا گزارش یافته ها رو به طور کامل ارائه کرده و امثال و رفرنس. من میگم حالا برای سیستمای ریویو کلی در واقع رفرنس مختلف میشه اشاره کرد. خیلی ممنون. بفرمایید. برمیگردن دیگه فکر می‌کنید چند دقیقه چه چایی هم سرد بریم چایی بخورید با این سوال بر نمیگردن، میبینم این داره خدافزی میکنه. یعنی با سوالام میگم سوال که عمومی پرسیم میگه چایی بخوریم؟ نه آیا اجازه میده امروز چای نخوریم؟ کسی مخالفه چای نخوریم؟ آره هر کس خیلی دیگه واقعا
شاید جز ضروریاتش هست میتونم در واقع اینجوری بهتر. آره هیچ اتفاق نمیفته. سوال کردن که توی پژوهش‌های کمی توی فراتحلیل لازمه که ابزارهای دیتا کالکشن ابزارهای مشابهی باشد. سوال کرد. ولی توی پژوهش‌های کیفی چنین قیدی توی سنتز پژوهی چنین قیدی ظاهراً وجود نداره. آره راحت‌تر یه جوری گفتی انگار مثل اونایی که پژوهش کیفی انجام میدن که کیف کنن، یعنی اینطوری نیست. یعنی در واقع این راحتیه. اتفاقا وقتی که میخواید شما تولید چارچوب نظری بکنید اونجا سختی خودش نشون میده که داده ها و اون یافته های پژوهشی شما با هم همخوانی ندارن. اتفاقا اگر میدونستی که چون پژوهش‌های کیفی ابزاراش به اندازه پژوهش‌های کمی در واقع ریسرچ ایندیپندنت نیستن دیگه، چون یعنی تو پژوهش‌های کیفی به شدت در واقع یکی داره اون رو مشاهده‌گر منم یا شما، ولی تو پژوهش‌های کمی اتفاقا ابزارها در واقع میتونن ریسرچ ایندیپندنت باشن، یعنی در مستقل از پژوهشگر یک آزمونی رو گرچه این هم خودش نقد باشه کی آزمون برگزار می‌کنه، آیا خدا در واقع فرد هستن، ولی به طور کلی بله سنتز پژوهی نسبت به این مرحله قبل یعنی ابزار ارزشیابی خیلی در واقع حساسیتی نداره، اما آنچه که حساسیت بیشتر داره نسبت به دسته‌بندی یافته‌ها و همخوان بودن اینها در قالب یک چارچوب نظری در واقع مد نظر است. سنتز پژوهی با پژوهش نظری کاملا متفاوته. چه اتفاقی میفته که این دو تا با هم متفاوت باشن؟ تئوریتیکال ریسرچ در واقع پژوهش نظریه‌ای در واقع. من برداشت خودم میگم بر اساس همین در واقع چیزایی که انجام شده. دوستان هم هستن مثلا میتونن نظر پژوهش نظریه‌ای اون لایه آخریه مد نظرش، یعنی قرار نظریه‌ای یعنی تحلیل و تبیین نظریه‌ای انجام بشود که بتونه حالا یا منجر به تئوری بشه یا منجر تئوری دو تا تی بزرگ یا تی کوچیک در که بشه گراوند تئوری، مثلا گراوند تئوری ازش در بیرون بیاد، یا به تئوری‌های کوچکتری در واقع. یعنی به نظر من پژوهش‌های نظریه‌ای به دنبال این هستن که لایه عمیق سنتز پژوهی رو فقط هدف گرفتن، یعنی قراره در انتها نظریه‌ای یا نظری یعنی تئوریز با کپیتال تی یا با تی کوچک بیرون بیاد، ولی سنتز پژوهی لزوماً به دنبال عرض کنم رسیدن به یک نظریه با اون نگاهی که پژوهش‌های نظریه‌ای دارن در واقع نیست. یعنی میتونه یک چارچوب یه theoretical framework هم کفایت بکنه، یعنی یک چارچوب نظری هم کفایت بکنه، یا حتی یه لایه بالاتر من گفتم میتونه یه conceptual framework حتی یعنی از concrete data ما به abstract concept برسیم کفایت از نظر در این لایه وسطی. از کانکریت دیتایی که توی این مقالات خوندیم، متونی که در واقع بررسی کردیم، تکست انالیسیس که انجام دادیم، برسیم به یه ابسترکت کانسپت یا یک مجموعه از ابسترکت کانسپت که مضامین و ارتباط مضامین با هم دیگه باشن، در واقع حد سنتز پژوهی رو در واقع زده، بله رسیده به اون حد سنتز. ولی پژوهش نظری به نظر من اون در واقع لایه عمیق و رسیدن به یک نظریه و با هم تعریف نظریه کپیتالیتی و اسمارتی است. من خواستم در حالا مثلا وقتی می‌خوایم یک الگو بدیم، حالا شاید مثلا نظریه نه همون چارچوب مفهومیه. ما الان حالا قبل از اینکه سنتز پژوهی مطرح بشه به عنوان تحلیل محتوای قیاسی، انتزاعی کیفی قیاسی استقلالی میشناختیم. میخوام ببینم این همون سنتز پژوهی تحلیل محتوای قیاسی و استقلالی به صورت کیفی، یعنی از اون استفاده می‌کنیم تا به اون الگو یا اون چارچوب مفهومی برسیم. آره اینا همشون یعنی همه دارن یه حرف رو میزنن دیگه. قراره که در واقع سنتزی صورت بگیره و برای سنتز شما نیاز به قیاس دارید، نیاز به فرض کنم استقرا دارید، حتی نیاز به ابداکشن دارید. یعنی در واقع اینجوری هم نیست که فقط حالا این در واقع روش‌های تحلیلی سقراطی که استفاده میشه در پژوهش‌های در واقع سنتزی، حالا میتونه در واقع حتی ابداکشن باشه. ما توی پژوهش‌های
پژوهش‌های در واقع همین سنتز پژوهی مدل ابداکشن رو هم به رسمیت میشناسیم، یعنی اینجور نیست که فقط همون دیداکشن یا اینداکشن یا حتی بقیه در واقع روش‌های مختلفی که ذکر شده رو مد نظر هست. اما صورت مسئله همینه، یعنی صورت مسئله اینه که شما بتونید از این تکست یعنی یافته‌های پژوهشی این رو در واقع چارچوب بتونید بفهمیدش، این رو تماتیکش بکنید، با چند تا دیگه در واقع یافته‌های پژوهشی دیگه با هم تلفیق یک چارچوب نظری و چارچوب مفهومی جدیدی رو از این ارتباط‌های بین این دو بیرون کشید. نکنید سنتز پژوهی لزوما به دنبال اینم نیست که چارچوب نظری مثلا خاصی رو در اون سابجکت خاص بده. سوالی که الان اول مطالعه اول اسلاید بودید جنس‌های کلگرا بود، هولستیک ریسرچ در واقع بودن. سنتز پژوهی برای هولستیک ریسرچ به درد میخوره. اون پژوهشی که الان شما گفتید برای یه بخشی از اون هولستیک به درد میخوره. یعنی مثلا ممکنه الان این نکته‌ای بود که در واقع تو سنتز پژوهی خیلی بهش مثلا راجع به بچهای جهشی سنتز پژوهیه که میتونه جواب بده که آیا جهش بکنن یا نکنن. اما پژوهش‌های نظری و پژوهش‌های دقیق‌تر میگه که جهش تحصیلی برای بچه‌هایی که از خانواده‌های با طبقات اجتماعی پایین میان توصیه نمی‌شود به این دلیل در واقع. مثلا پس سنتز پژوهی از این جنس‌های هولستیک ریسرچ کوئسچن، از این پژوهش‌های در واقع همه جانبه و پروسیجر پژوهش همه جانبه رو مد نظر قرار داد. ولذا جنس کار بیشتر جنس‌های سیاست‌گذاری، اصلا معلم و وات ورکس هست از اون جنسه. ولی اونایی که در واقع مثل کانتنت دیتا انالیسیس که شما الان ذکر کردید، خود پژوهش هم هدفه، یعنی در واقع میخواد نظریه بسازه، میخواد در واقع اون نظریه رو بسط بده و امثال. ببخشید اصلا خدمتتون من سه تا موضوع به نظر میرسه که اگر یادم به اون هر سه تاشو بگم. یکی این که در واقع این سنتز پژوهی قصد ما نیست که ما حتما یه کار سنتز پژوهی کنیم. الان دوستانی میان میگن که آقا من میخوام یه کار سنتز پژوهی کنم. در واقع باید نیاز باشه این کار. الان هم آقای دکتر فرمودن. یکی دیگه در واقع همین بحثه که آقای دکتر هم به نوعی مطرح کردن که ما وقتی که یک سنتز پژوهی رو خوب انجام ندیم مطمئناً خیلی به ضرر میرسونیم. مثل کاری که حالا سر پژوهش‌های کیفی اومد و امروز ما می‌بینیم که خیلی از اونایی که کم‌نگرا هستن به نوعی این رو به عنوان ابزاری گرفتن که بیا پژوهش‌های کیفیتون هم در واقع دیدیم، پس ما باز برگردیم به همون کیفی. یه چیز به پژوهش‌های کردن گفتم اگر یادم نره. مورد سوم هم در واقع اون در واقع افرادی هستن که آقای دکتر اون اکسکلودها و اینکلودها رو تایید میکنن. به نظر میاد بعضیاش توسط کارفرما باشه ولی خیلیاش توسط خود در واقع پژوهشگره. ولی آیا نظر این نیست که در تعامل با هم دیگه باشه؟ همون شفافیت نیاز برای همین. بله، یعنی در تعامل باشه. این خیلی مهمه. چون کارفرما یه چیزایی رو میخواد که ممکنه سنتز پژوهی نتونه بهش جواب بده. سنتز پژوهی هم یه کارایی رو میخواد انجام میگه آقا اینه سنتز پژوهی یعنی این. کارفرما میگه خب به من چه، من اینو نمیخوام، من آخرش میخوام یه جوابی رو شما در واقع بتونید به من بدید که مشکل من درسته بیشتر در واقع اینها هستن. بنابراین همینجاست که موارد اختلاف ما توی انتخاب روش مشخص میشه. خیلی متشکرم. دقیقاً سه نکتهتون وارد بودید. برای همین شفافیت نیاز اولین مرحله تعیین میکنه که کارفرما ممکنه استاد راهنما باشه، ولی استاد راهنما در واقع سنتز پژوهی رو قطعا سنتز پژوهی رساله دکتری ما نداریم. سنتز پژوهی ما تاکید میکنیم که برن مگر اینکه تو حوزه پژوهش فلسفی نه از جنس سنتز پژوهی، باز از جنس پژوهش‌های نظری، از جنس پژوهش‌های در واقع نظریه مفهومی از این مدل توی پژوهش‌های فلسفی هم باز داریم. اما توی در واقع رساله دکتری آن چیزی که من فکر کنم بیشترین استفاده رو برای دوستان شاید داشته باشه قبل از اینکه برید برای سیاستگزار کاری انجام بدید اینه که پیشینه پژوهشتون رو چقدر در واقع دارید
از این روش ها و از این نگرش ها و از این تحلیلگری هایی که الان ذکر شد استفاده. حالا اون که پیشینه پژوهش که چیز نداره، دیت نداره که بگی 10 سال و 20 سال و کی اکسکلود، این مهم نیست، اما بقیه مراحل مهمه. یعنی بقیه مراحل که چگونه من اینها رو در واقع خلاصه بندی کنم، چگونه بتونم ازشون یک چارچوب مفهومی قابل فهم برای خودم بیرون بکشم. و واقعا جای یه ذره ناخرسندیه که هنوز بعد از چند سال که بالاخره داره رساله دکتری توی دانشگاه مختلف انجام میشه، ما هنوز می‌بینیم که رساله دکتری، مخصوصا رساله دکتری رشته فلسفه، بخش پیشینه‌شون که می‌خونیم ریپورت می‌خونید شما، یعنی گزارش می‌خونید که مثلا جانسون 2012 بعد اینا رو گفته، این هم یافته‌اش بوده، بعد میره بعدی، بعد میره بعدی، بعد میره بعدی. یعنی حتی بعضی من دیدم شماره زده بودن، یعنی در واقع یک دو تا رساله دکتری من داور بودم تو رشته فلسفه شماره. حتی بعد من که پرسیدم تو روز دفاع گفتن که دانشگاه تهران این کارو میکنه، یعنی در واقع استناد به دانشگاه، در حالی که ما می‌بینیم لیترچر ریویو، اون ریویو پارسال اینا رو گفتم با هم دیگه، ریویو چطور ما برای فیلم ریویو میگیم نقد فیلم، ولی اینجا که میرسه مرور، یعنی حالا مرور پیشینه در واقع، آرت ریویو رو میگیم نقد هنر، ولی لیترچر ریویو رو میگیم مرور پیشینه در واقع. یعنی بعد مرورم برداشت شما از مرورم اینه که خب کی چی گفت، نه آخر بار شما جمع‌بندی و سنتزی از اینها دارید، در حالی که حالا من توصیه‌ام اینه که اگر در واقع دوست دارید یه لاین اف آرگومنت باید داشته باشه. حالا من فرصت نشدم، یکی از رویکردهای سنتز پژوهی لاین اف آرگومنت مدله، یعنی یه لاین، یک خط استدلال، یک خط برهانی رو شروع می‌کنی به رفتن، بعد از این یافته‌ها میای اینو تغذیه‌اش می‌کنی. این عمیق‌ترین در واقع سطح سنتز پژوهی است که لاین اف آرگومنت مدل. یه ذره سطحی‌ترش بهش میگن ترنسلیشنال مدل. تو ترنسلیشنال مدل این ترنسلیشن می‌بینی که این کانسپت‌ها تو این مطالعه‌ان، این کانسپت‌ها هم تو این مطالعه‌ان، اینها رو کنار هم می‌ذاری ببینی با هم دیگه همخوانی دارن، کجاها با هم این میگن ترنسلیشن مدل. ترنسلیشن مدل که ما حتی ترنسلیشن مدل هم تو ایران انجام نمیدیم تو لیترچر ریویومون، یعنی فقط میگیم که اینها اینا رو گفتن، اینا رو گفتن. حتی مرحله دوم که اینها رو به هم وصل بکنیم یا اینها رو در واقع بگیم اینو نقض کرد، این رو هم ما در واقع نداریم که ما ردیف‌های نویسنده رو توی لیترچر ریویو ببینیم حداقل که چه لاین اپ آرگومنتی رو در واقع داره جستجو میکنه. این سراتتون داده میشه، یعنی خیلی بس خرابه. یعنی ادامه بدین. وقتی میاریم میگم منبع رو بنویسین. ندارش. به این شکلی رسیدم که از استدلال خودم بود، مثلا روی کرده فلان اینا میشه چه این مقاله تو منبعش تو منبع نداره، منبعش خودمه. اون نداریم که منبع بنویسید سفر بنویسید. حالا دو تا مشکل، یکی مشکل پرکتیکال داریم واسه میگی با استادا و گروه‌ها که حالا الحمدلله تو مدرس انقدر در واقع تحقیر نیستن، حالا امیدواریم نیستن، یعنی در واقع ولی بله این ایراد هست. ولی اون طرف هم ما چقدر ما پژوهشگر تحلیلگر واقع داریم، چقدر نقد پیشین ما داریم توی نوشته‌های در واقع بچه‌ها. نمیدونم کی دستش زود بلند، خانم بفرمایید. سنتز پژوهی مشخصاً پژوهش‌ها و یافته‌های پژوهشی رو دنبال می‌کنه. مشخصاً برای این سند پژوهی است در واقع، داکیومنت انالیسیس در واقع هست که روش خودش، سبک خودش و عرض کنم که سیاستش. مثلا ما می‌تونیم توی پژوهشی بیایم فرض کنیم اسناد OECD رو بر مبنای همون بررسی اسناد بررسی کنیم، بعد خب یه سری کشورها اومدن این سندها رو به کشور خودشون آموزشی رو دادن یا کاری کردن بر مبنای اون پژوهش کردن، ولی پژوهش انجام شده رو سنتزشون کنیم. این اوکی، یعنی این در واقع تو همین قالب هست. ولی اگر میخواید وارد این حوزه بشید، یه رشته عظیم هست به نام پالیسی انالیسیس، این در واقع تحلیل سیاست، educational policy analysis، یعنی تحلیل سیاست‌های تربیتی که مثلا این 30 سال که ما سیاست تربیتی داریم که اوجش سند تحول تا قبلش این اسناد مختلف، اینها رو بیاین در که اون وقت اینجا شما نیاز به همون رویکردهای سیاست پژوهی مثل چت دارید که در واقع کالچرال هیستوریکال اکتیویتی تیوری در واقع باید بیاد وسط کار. یعنی دیگه نمیتونید اونجا بگید من دارم
یعنی باید کالچر رو ببینید، توی کالچر ایران بعد از انقلاب هیستوری رو باید ببینید توی چه بره زمانی داریم بررسی می‌کنیم، اکتیویتی ایجنت ها کیا هستن، میدیا ها کیا بودن، کیا تصمیم گذار. یه ذره حساس هم هست، جزء سنسیتیو در واقع ایشوز هست، ولی جزء آرزوهای ما بوده که حالا اون سال آینده بتونیم یه نشستی رو تحت عنوان ادویکیشن پالیسی انالیسیس در واقع داشته باشیم که سیاست پژوهیه اسم در سیاست پژوهی. آیه دست مقدم اگر سوال پژوهشی یکی از اون سوال‌های جنس سوال پژوهش‌هایی که اول اسلاید بود، یعنی what is the research add up از این جنس باشن، قطعاً در واقع ما ریسرچ‌های مختلف تو اون موضوع در واقع داریم. حالا اینکه اینا به هم نرسن میشه همون مدل ترنسلیشنال مدلی که عرض کردم خدمتتون که کنار هم این مضمون‌ها رو می‌ذارید و می‌بینید که این مضمون‌ها با هم همخوانی ندارن یا ضد و نقیض هم هستن. یکی از چالش‌های اصلی همین سنتز پژوهی همینه، میگن که اینکامنسوریتن، در واقع اینها با هم دیگه همخوانی ندارن، اصلا نمیتونن با هم دیگه اینها رو بس کنن. اینجا دو تا علت رو ذکر می‌کنن. یکی عرض کنم که عدم پژوهش‌های انجام شده کافی در اون حوزه، هم که گفتی در واقع، یعنی پژوهش‌های کم انجام واقعا راجع به بحث مثلا عصب و مغز و حالا چیزی که علیزه واقعی تره امروز سر کلاس گفتن چی بود؟ خواب منظم بچه قبل از ساعت 9 درسته؟ قبل از ساعت 9 خواب منظم بچه قبل از ساعت 9 و احتمال عرض کنم که قبولی در کنکور، در واقع قبل از ساعت 9 مال پیش از دبستان و احتمال قبولی در کنکور یا حالا این پژوهشی که بود بحث سرطان بود که یه پژوهشگر ادعا می‌کرد که این اتفاق هست، یعنی در واقع بچه‌هایی که قبل از ساعت 9 رگولار بد تایم داشتن، بد تایم منظم داشتن، در واقع رابطه معکوسی با ابتلا به سرطان در واقع در 40 سالگی در واقع داشت. این بعد یه پژوهش بود دیگه، یه پژوهش بود. الان نداریم هنوز در واقع بگیم خب این رگولار بد تایم 8 تا 9 هر شب 9 خوابیدن، اینجاست که نقص پژوهشه. دومی که پژوهش وجود داره، من نتونستم بهش دسترسی پیدا بکنم، یعنی من تو ایرانم به قول تحریمم به قول چیز نمیتونم دسترسی پیدا بکنم، باید برم در واقع پژوهشام رو گسترش یافته. پس تو اون گستره اولی تا اونجا که امکان داره قبل از ورود به سنتز پژوهی گستره پژوهی انجام بده. اگر گستره انقدر گسترده نیست لازم نیست سنتز پژوهی باشه. MV1 این کارو میکنه، یعنی شما در واقع به MV1 بدید این کلاسترها رو برای شما ایجاد میکنه. مثل بر مبنای سایتایی که برام از بس سایتیشن ها و اینها در واقع انجام میده. در واقع کلاسترها و دانسیتی بیشتر درست. والا همیشه کامپیوتر کمک میکنه، ایده میده، بسامد همیشه کمک میکنه، شمردن کمک، ولی قطعا اونها تازه ورودی شما هستن دیگه، یعنی تازه از این بعد کار شما شروع میشه که آیا این خروجی که این ساینتیمتریک به شما داده معنی داره از جهت یک آدم تحلیلگر و نه. اینجاست که نظریه شما غلبه میکنه بر اون چیزی که کامپیوتر به شما داده. من توصیه‌ام اینه که شروع یعنی قطعا من توصیه میکنم حتی با فرکانسی شروع بکنید.
اولین قدم اینه که بشمارید. در واقع یک کانسپتی توی مثلا شما 20 تا مقاله رو 25 تا مقاله رو مثلا انتخاب کردی، اینو بدید به ان ویوو براتون کلماتش رو بشماره، بعد بسامد کلمات رو به شما بده، به لیست در واقع لیست میکنه پر بسامد ترین کلمه تا کم، میبینید که کدوم کلمات بیشتر، به همین به شما ایده میده دیگه آروم آروم. و وب ساینس همین خانم موسویان خانم خیلی ممنون. اجازه بدید من سوالای دیگه هم بشنوم چون ممکنه مرتبط بشه خانم. خب چه خوب. دیگه 5 دقیقه هم بذارید برای چایی که سرد شده بخورید. مرسی. آیست تی بخورید در بفرمایید. من با من آخرین سوال اگر اجازه بدید این دو تا سوال جواب بدم. در مورد سوال شما، بله بیشتر همین چالشی که فرمودید، ما دیتای ایرانی نداریم که بتونیم در واقع سنتز بکنیم حاصل اونها رو و آیا میتونیم از دیتای خارجی استفاده بکنیم؟ جواب من اینه که به دو علت بله. یکی این که در همون علوم انسانی هم مشترکات به اندازه‌ای هستن که مفترقات رو بشه کنار گذاشت، یعنی انقدر اشتراکاتی وجود داره بین مثلا تسریع تحصیلی ایرانی و تسریع تحصیلی یا جهش غیر ایرانی که بشه تصمیم در تاریکی نگرفت، حداقل در این حد. و دومی که دومین دلیل برای اینکه میشه به اینها اتکا کرد این است که بهتر از نبودشون هست، یعنی در واقع مدل میدن ما برای اینکه ما بتونیم پژوهش‌های مشابهی رو در کشور شروع بکنیم، فقط در این حد. ولی تا اون زمانی که دیتا ایرانی درست بشه، تا اون زمانی که ما بتونیم بچه‌های ایرانی رو برای مدت طولانی دنبال بکنیم و دیتاهای غنی داشته باشیم، مجبوریم که از این دیتاهای خارجی استفاده بکنیم. اما در کاربردش قطعاً باید در واقع اون کانسرن ها، ملاحظات و عرض کنم مثلا در مورد جهش تحصیلی، خب ما قطعاً رفتیم مطالعات بین‌المللی انجام دادیم و اینها انجام شد، ولی الان که بعد از مثلا 2 سال ما دیتا ایرانی داریم می‌بینیم که آره اون وقت پژوهش‌هامون که از خارج بوده بعضی جاهاش در واقع با کانتکست ایران همخوانی نداشتن و مجبوریم که در واقع صبر کنیم ولی بالاخره باید شروع بشه دیگه، ولی مدل گرفتیم از اون پژوهش خارج. در مورد قابلیت وثوق بودن یافته‌های پژوهش‌های سنتز پژوهی، تمام شرایطی که برای پژوهش‌های کیفی و یافته‌های پژوهشی کیفی از جهت اعتبار، روایی، پایایی، عرض کنم believability، credibility، همه اینها وجود داره، برای سنتز پژوهی هم میتوان در واقع انجام داد، فقط با یک تفاوت که چون ما با سکندری دیتا سر و کار داریم، یعنی با داده‌های پرایمری سر و کار نداریم، داده‌های ثانویه سر و کار داریم، امکان پیر چکینگ رو فقط نداریم. ما تمام اون تکنیکایی که برای کردیبیلیتی یافته پژوهشی کیفی است اینجا هم داریم،
ولی فقط پیر شکینگ رو ما نداریم، یعنی ما نمیتونیم بریم سراغ همون پارتیسیپنت هایی که مصاحبه شدن، همون پارتیسیپنت هایی که در واقع مشاهده شدن. این امکان وجود نداره و شما باید از این دیگه با تسامح در واقع بگذارید. ولی بقیه مراحل مثل اینکه از کنم که اون پیر چکینگ بود، این پیر ریویو، اینه که بدید کسی دیگه این در کار شما رو، این کانسپچوال فریم ورک رو بدید کسی دیگه کردیت بهش بده. اینکه همون یافته ها رو بذاری کنار هم جدولی کنی و بعد مضامینی که استخراج کردی رو در واقع حذف کنی، ببینی کسی دیگه مضامین متفاوتی در واقع از اون داده ها بیرون میاره یا نمیاره. اینها کاملا در واقع همون چی از تست ریلایبیلیتی یا بیتوین تست ریلایبیلیتی که توی کوانتیتیتیو هم در واقع داریم، در مورد پژوهش کیفی هم در واقع قابلیت اجرا داره. اما اصلی ترین اتقان و اصلی ترین مبنا برای اینکه من خواننده بتونم به پژوهش‌های کیفی از اون پژوهش‌های سنتز پژوهی در واقع اعتنا بکنم و عرض کنم که تکیه بکنم، همون clarity of argument هست، شفافیت استدلالی که شما دارید میاریده. و این همون چیزی که ما تو ایران خیلی 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 باید کار بکنیم. چقدر استدلالی که من دارم میارم داره دیتاهای مختلف این رو تقویت میکنه و من دارم لاین اف آرگومنت هم دیدید بعضی یه مقاله خارجی میخونید چقدر کیف میکنید، چقدر قشنگ این آرگومنت رو برده جلو، حالا برده جلو، بعد بازترش کرده، بعد دیتا بهش اد کرده. ما چرا اونطوری نمیتونیم بنویسیم؟ ما چرا اونطوری نمیتونیم استدلال بکنیم؟ میخندن خانم. چرا اون لاین، چرا به اونها، نه اینکه زبانش انگلیسیه، ببین چون زبانش انگلیسیه دیگه ما بهش اعتنا کردیم، ما لذت میبریم از اینکه میخونیم یک متنی رو که در واقع لاین اف آرگومنت زیبایی در واقع داره. قطعا شما متون فارسی هم خوندید که خط برهان زیبایی داشته و از این خط برهان زیبا شما قانع شد. آره من دیگه واقعا حرفی ندارم، همین رو در واقع میخوام برام پرزنت بکنم. رو این در واقع بیشترین انرژی رو شما بذارید که بتونید اون لاین اف آرگومنت رو با آوردن اوییدنس های مختلف کنار هم دیگه تقویت بکنید که خودش یه کارگاه یک ساله وقت میبره. امیدوارم که در واقع بتونیم یه روز اونجا برسیم. خیلی ببخشید سرتون در Gracias.